آمدم، وای وای من آمدم، عشق فریاد کند. من آمدم که ناز بنیاد کند. من آمدم ای دلبر من، الهی 100 سال شوی. ای دلبر من، الهی 100 سال شوی. در پهلوی ما نشسته همسایه خیلی خوش آمدی. شوی. من فکر می‌کردم که واقعا قراره که با آقای رایان صحبت کنم، یه کمی شوکه شدم. بله خودشون هستن. بله من واقعا سورپرایز شدم. قربون شما. خیلی صدای قشنگی دارین شما. متشکرم. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم. من یه خیر مقدم بگم به بینندگان محترم برنامه کد 7620. فکر میکنم شما هم مثل من سورپرایز شدین. با آقای رایان گفتگو میکنیم و ازشون میخوام که خودشونو بیشتر برای ما معرفی بکنن. متشکرم ازتون آقا مازیار. اول اینکه خیلی خیلی خوشحالم که دارم میبینمتون و اینکه بهتون خسته نباشید میگم، هم به شما و هم به عوامل پشت صحنه. ممنونم. خیلی خوشحالم که از شیراز اینجا اومدم و الان در خدمتتون هستم. شیرازی هستیم. بله. اول اینکه الان من مطمئنم که یه سری از دوستان که الان دارن این ویدیو رو میبینن 100% براشون تعجب آوره، ولی خب خدا رو شکر که الان ما این تریبون رو داریم تا بتونیم به صورت لایو براشون صحبت کنم، براشون بخونم، تا هر کسی که براش توی ذهنش سوالی بوده یا فکر میکرده که صدای من صدای خودم نیست یا AI هست، هوش مصنوعی هست یا هر چیزی، بتونیم با این مصاحبه برطرفش کنیم. در واقع شما اصلا صدا سازی نکردین، صدای بله. واقعی خودتونه و به این سبک میخونید. بله درسته. بخوام براتون توضیح بدم، اینطور بوده که من خودم فکر نمی کردم که الان من 23 سالم هست، من فکر می کردم که تا کلاس نهم اینجورا که بودم فکر می کردم صدام قرار تغییر کنه. میگفتم حالا شاید صدای من قرار دیرتر تغییر کنه، چون توی مدرسه اینطور بود که صدای همه پسرها دورگه شده بود یا به اصطلاح خروسی شده بود و خب صدای من ناز و ظریف و خوشگل و خلاصه اینطور بود و من فکر میکردم این صدا تغییر میکنه، ولی رفته رفته دیدم که این صدا حتی پخته تر و پخته تر شد و بوی از بم بودن نبرد صدای اصلا یه من. صدای یونیکه، یه صدای بله. کاملا خاصه. و از کی متوجه شدی که میتونی بخونی؟ خب اول که بهتون بگم که من همون کلاس نهم که بودم استعداد من توی مدرسه کشف شد. یه روز امتحان زبان انگلیسی ما داشتیم، سر اون زنگ من غایب بودم و اون هفته نبودم، تا اینکه هفته بعد کردم دیدم معلممون یه امتحان زبان انگلیسی گرفته، نمرش هم خیلی مهم بود و من نبودم، نمره‌مو 0 گرفته بودم. بهم گفتن نمره شما رو ما 0 رد میکنیم. من اون زمان موزیک انگلیسی تمرین میکردم، میخوندم، خیلی خواننده‌هایی که انگلیسی زبان بودن و دوست داشتم دنبال میکردم و همیشه خیلی دوست داشتم، یعنی همیشه از اون بچگی من صدای خانوما رو خیلی دوست داشتم و دنبال میکردم و جالبیش اینجاست که غافل از این که همون صدایی که دوست داشتم خودم داشتم، فقط نمیدونستم که کی قراره بفهمم که میتونم ازش به درستی استفاده کنم توی راه هنر. خلاصه من اون زمان اومدم هفته بعدش با معلممون صحبت کردم، گفتم من یه موزیک انگلیسی میتونم واسهتون بخونم که نمره منو به هم 20 بدین، ولی اگر خونم نمره‌مو 20 بدین. بعد برگشتن گفتن که یکم تمسخر گرفتن منو، فکر نمی‌کردن که از پسش بر بیام. بعد گفتن که باشه شما بیا، ما میریم توی دفتر معلم‌ها با هم صحبت میکنیم، بعدم شما بخون، اگر که خوب خوندی بقیه هم دوست داشتن نمرتو من بهت میدم. گفتم باشه. من تا اون زمان همش توی خونه تمرین میکردم، میخوندم واسه خودم، خیلی علاقه داشتم ولی فکر نمی‌کردم که استعدادشو هم داشته باشم. شاید باید جلوی شخصی یا جلوی گروهی میخوندم یا صحبت میکردم که بازتاب نظراتشون رو بشنوی. بله 100% که صحبت بعد چی خوندی براشون؟ برام بخون. من حالا اون زمان موزیک ادل رو واسه شون خوندم. به به.
آره. وقتی که شروع کردم خوندن، من نشسته بودم اینجا، معلمم هم کنارم بود، گفت که اولش اینو بگم، گفت نشستن گفتن آقایون بشینین، دانش آموزم میخواد براتون یه موزیک بخونه. همه هم داشتن من نگاه میکردن، خب حالا این داستان چیه، چطور میخواد بخونه. من شروع کردم بخوندن، یه لحظه سرمو که آوردم بالا نگاه معلم ها کردم، دیدم که یکیشون همینطور، اینو فرض کنی شما چای بود، اینطوری که داشت چای و بیسکویت میخورد، اینجوری که رفت بالا که حالا این چای رو بخوره، بیسکویت تو گلوش گیر کرد، صدای منو که شنید یه پفی زد. خلاصه همه رو ریخت بیرون، گفت وای. حالا چی؟ اون استاد، اونم معلم انگلیسیمون بود، همون یکی دیگه بود، ولی اصلا همه موندن، همه دیدم که دارن اینطور نگاه من میکنن. گفتم خدایا حالا چیه؟ من انگلیسی عجیب بود که حالا خوندم، داستان چیه؟ بعد بهم گفتن چقدر صدات شبیه همیراه، چقدر صدات شبیه سوزان روشنه، چقدر صدات قشنگه، برامون یکی از موزیکای همیرا رو بخون، سوزان روشن بخون. گفتم واقعا؟ گفتن آره. من شروع کردم بخوندن، هر موزیکی که تونستم براشون خوندم. درخواستی نمره 20م رو گرفتم کامل. از اون زمان هر هفته تا زمانی که کلاس نهم من تموم شد و من وارد مقطع بعدی شدم، هر هفته من هر روز تقریبا توی دفتر معلم ها بودم، براشون میخوندم، اجرا داشتم، موزیک میخوندم، توی تمام فعالیت های هنری مدرسه شرکت میکردم. بعد اون لحظه شد که توی کل مدرسه این پیچید که آره یه شخص هست که صداش نازکه، خیلی هم استعداد خوب توی خوانندگی داره. من اصلا از اون زمان واقعا انگار زندگی سلبریتی رو داشتم تجربه میکردم. میرفتم مثلا توی حیاط میشستم، میدیدم یه گروه داره میان سمت من، بعد من میخواستم غذامو بخورم، میگفتن خدایا چی شده؟ بعد میومدن دور من گفتن تو رو خدا حرف بزن، یکم برامون بخون. من گفتم تو رو خدا بسته دیگه، خسته شدم، بذارید کارمو بکنم. خلاص انقدر اینجور شد که خیلی به من البته لطف داشتن، هیچ وقتم فیدبک بدی ازشون نگرفتم، همیشه چه معلم ها چه برخوردشون بله خوب بود، همیشه همون استارتی که من توی یعنی هنرم داشتم به شدت خوب بود و هیچ کس فیدبک بدی نشون نداد. همیشه با هم اینطوری رفتار کردن انگار همون چیزی که در واقعیت هست، مثل اینکه یه معجزه برای من اتفاق افتاده. چون همونطور که میبینید من از لحاظ هورمونی یا هر چیز دیگه هیچ مشکلی ندارم. حتی من پیش یه پزشک رفتم راجع به صدام باشون صحبت کنم، به من گفتن میتونم بگم فقط یه معجزه برای تو اتفاق افتاده، چون که شما از لحاظ تستوسترون که هورمون شاخص آقایون هست، گفتن شما بسیار هورمون تستوسترون بالایی داری. تارهای صوتیتون این شکلیه. اصلا مشخص نیست که دلیلش دقیقاً چی بوده، مشکل هورمونی خب نبوده و خیلی عجیبه واقعا که یه آقا، من خودم رو واقعا جای دیگران میذارم توی برخورد اول که میبینن یه آقا همچین صدایی داره و واقعا تعجب آوره، واقعا تعجب آوره. من کاملا این که همین که بهتون گفتم که درک شاید نکنن یا اینکه بگن این صدای هوش مصنوعی یا صدای خودت نیست، من بهشون کاملا حق میدادم. اما خب واقعا من از خدا سپاسگزارم که همچین صدایی رو بهم داده. صدای خاص و یونیکی من داری. واقعا سپاسگزارم. آقای رایان، اون لحظه‌ای که تو دفتر معلم خوندی یا روزهای بعدش که می آوردنت بخونی، همون موقع‌ها با خودت فکر کرده بودی که ممکنه من در آینده اصلا خوانندگی شغلم بشه؟ شبتون بگم تا اون لحظه من حتی فکر نمی‌کردم که استعداد شاید هنوز که بهتون بگم چیزی باشه که توی ذهنم جا بیفته و بخوام ادامه بدم، تا اون زمان خب اصلا نبود. به عنوان فان فقط نگاش می‌کردی؟ آره توی خونه شاید کلیپ‌های خارجی رو می‌دیدم، روی کامپیوترم واسه خودم می‌ذاشتم، بعد مدرسه میومدم تمرین می‌کردم. شاید این بود ولی نهفته بود، نمیدونستم که اینقدر عاشق خوانندگی هستم. بعد برخورد مادر و پدر چطور بود با شما؟ خب اول بهتون بگم که پدر و مادرم هنوز که هنوزه میگن مگه صدای تو نازکه.
یعنی متوجه اصلا تفاوتش متوجه نه. اینطوره که اگر کسی با هم وقتی رو بگذرونه یا شما جزی عادی از عادی میشه. دوستای آره این 100% عادی میشه. اینم چون که مردم وقتی که میبینن و انقدر تعجب میکنن سر اینه که تا به حال شخصی مثل من رو توی زندگیشون ندیده بودن یا برخورد نداشتن و واسه همینه که من بهشون حق میدم. ولی خب رفته رفته که با هم صحبت کردن صدامو شنیدن دیگه بعد اینطوره که عادت میکنن و شاید دیگه اصلا شما به چشمتون نیاد که من صدام نازکه، عادی میشه بله واسه همه تون. چیز عادی میشه. آره درست. شما برادر و خواهرم دارین؟ بله من اونها هم صداهای معمولی دارن، یعنی آره صدام یعنی من هیچکی مثل شما نشده. آره من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، صدای عادی داره. ولی خب اینطور بوده که من چیزی که آنالیز میکنم پدر و مادرم به شدت صدای خوبی دارن. آها. حتی صدای صحبت ریشه صدا کردنشون از اون. قشنگه. آره من فکر میکنم که این بی تاثیر نبوده و همیشه میگم که شما 2 صدای قشنگ داشتین و ترکیب شده یه چیز خارق العاده و اینجوری تعریف من. فکر میکنم. آقای رایان، از اون آهنگ هایی که برای مدیرتون میخوندی، همیرا و اینجور چیزایی که میخونی برای ما ببینیم چه بله جوری؟ حتما. مثلا براشون میخونم که تو اینجا من اونجا امان از سرد دوری، من ماندم و رویاها نه شور و نه غروری، امان از سرد دوری، امان از سرد دوری. مثلا اینطوری تا حالا براشون شده کسی میخونم. فکر کنه پلی بک میکنی یا داری ادای یه دختر رو در میاری؟ بله 100%. این سوالا ازت شده؟ اول اینکه من خدا رو شکر میکنم که شروع فعالیت هنریم قبل از ظهور AI بود. آره وگرنه خیلی شبیه خدا هوش مصنوعی بله صدا. دقیقاً. اینطور بود که من اون زمان بهم میگفتن پلی بک داری میخونی یا داب اسمش داری میگیری و من مجبور بودم که بیام ویدیوهای زیادی بگیرم و توضیح بدم که این صدا دلیل علمی داره. من حالا راجع به این میخواستم بهتون بگم. من نزدیکترین چیزی که برای توضیح علمی صدام پیدا کردم اینم خودم دنبالش نبودم. آقای شاهین صمدپور اوایل که من اومدم فعالیتامو شروع کردم اومدن ویدیوهای منو استوری کردن و اومدن دیدم یه متن زیرش نوشتن داشته بودن که یه پدیده توی دنیا وجود داره که بسیار نادر و کمیابه به اسم پوبرفونیا که توی این پدیده باعث میشه آقایون بعد از سن بلوغ صداشون مسیر متفاوتی نسبت به اون چیزی که انتظار داریم طی کنه و اینکه صدا به جای اینکه کلوفچه نازک میشه و حتی پختگی صدای خانم رو پیدا میکنه توی آقایون. اینطوری من یعنی نزدیکترین چیزی که بهش پیدا کردم اینه که هنوزم فکر میکنم شاید باز این نباشه، چون که اگر که نمیدونم شما دیدین یا نه توی اینستاگرام یه سری پیجا هستن که بعضی از آقایون هستن که به اصطلاح میگن صدای فالستو دارن که میان میذارن میگن که آره این آقایون صدای خانوم یعنی زنانه دارن و اینکه میرن واسه درمان که میگن که آره ما اینا رو درمان میکنیم صداشون رو مردانه میکنیم. منو خیلی یعنی برام میفرستن این پیجو میگن که آره این افرادم مثل تو هن، ولی من رفتم چک کردم هیچ کسی رو میتونم بگم ندیدم که مثل من باشه. صداهای شاید اینطور بوده که شبیه به یه پیرزن بوده، صداهای گرفته یا اینکه خیلی گوشخراش بودن به نظر من که اگر منم همچین صدایی رو داشتم شاید به فکر این میافتادم که برم اصلا تغییرش بدم. ولی خب صدای من کاملا یه مسیر متفاوتی رو گرفته و من واقعا از این بابت خدا رو شکر میکنم و واقعا صدامو دوست داشتم همیشه. حالا توی سیکل رشدت به هر حال سن و سالی رو داشتی که حتما برخوردی به یک موضوع عاطفی و اینجور چیزا. بله. کیس عاطفی هیچ وقت تعجب نکرده بود یا مشکلی پیدا نکرده بود با این نوع صدا؟ خب اول بهتون بگم که رفتن توی رابطه یا هر چیزی واسه یه انسان به شدت طبیعیه. همه ما چه هنرمندا چه افرادی که زندگی عادی دارن میگذرونن هممون توی رابطه‌های متعددی رفتیم و این سوال خیلی زیادی بود که حتی توی کامنت ها از من میپرسیدن میگفتن که پارتنرت یا همسرت در آینده شاید با صدای تو مشکل داشته باشه و به مشکل میخوری توی سنین بالا
ولی من طبق تجربه خودم تا به الان میتونم بگم که هیچ مشکلی از این بابت نداشتم. نمیدونم چرا، شاید از دور بعضیا فکر میکنن که شاید به من سخت میگذره یا تو بعضی جاها به مشکل میخورم. شاید هم باید همینطور بوده، ولی واسه من تجربه متفاوتی داشته. من تا به الان تو این زمینه هیچ مشکلی خدا رو نداشتم و فکر با آدم‌های نمی‌کنم که فهیمی سر و کار داشتی. بله، خدا رو شکر فکر میکنم که هم خدا اون آدمایی که واقعا هم فرکانسم بودن و تا به الان سر راه هم قرار داده و همه چیز انرژیه. شما انرژی که میدین و 100% دریافت میکنید و چه خوبه که اون انرژی مثبت باشه. تا حالا شده یه جایی عمدن صداتو عوض کنی که آدم‌ها متوجه نشن یا نخوان اصلا کسی به این وجه توجه کنه؟ بله شده تا به الان. کجا بوده این اتفاق؟ میتونم بگم که اون اوایل که حالا من داشتم پیجم رو زده بودم و پیجم داشت میومد بالا، اون اوایل یکم برام توی محیط بیرون اینطور بود که نگاه های مردم و تعجب های مردم یکم شاید اذیتم میکرد. شاید بعضی وقتا حوصله نداشتم که اون چشمای اینجوری شده رو ببینم، شاید بعضی وقتا که روی فرم نبودم یا انرژی نداشتم. ولی خب اینطور بوده که توی اسنپ، چون که من دوبله هم انجام میدم، اول اینو بگم این صدایی که الان من دارم واسه مخاطبا دارم میگم، این صدا کاملا مادرزادی من، هیچ تغییری توی این صدایی که الان دارین میشنوین نمیدم، کاملا صدای نرمال خودم هست. ولی خب توی دوبله دیدین که یه سری طیفای گسترده صدا، ریجستری صدا داریم. مثل این که من میتونم صحبت کنم، مثلا میگه تماس اون ساندویچ بکنی منو به قربونت برم. مثلا این یکی از صداهایی هست که همه هم خیلی دوست دارن اطرافیام و صدامو قطعا یه کمی مثلا میتونم بم کنم، ولی وقتی بم میکنم صحبت کنم به میگن که بازم تلاش نافرجامه، مثل پیرزنا شده. بعد اینطور بوده که مثلا من یه تایمی بوده سوار اسنپ شدم، چون الان معمولا اینطوره که وقتی سوار میشم یا اگر که صدای عادی خودم صحبت کنم میشناسنم، یه دفعه برمیگن شما همون نیستین که میخونین صداتون فلانه، میگم آره، برمیگن چه عجیب ما فکر میکردیم شما تهران هستین. یه چیزی که اینو گفتم بگم، بقیه فکر میکنن من تهران زندگی میکنم، تهرانی هستم، در صورتی که شیرازی هستم و اونجایی که میبینن فکر میکنن که حتی اومدم مسافرت، میگن اومدین مسافرت، میگم نه کاکو من خودم شیرازی هم. یه خورده شیرازی ما رو مهمون کنی؟ یه آهنگ شیرازی برامون بخونی؟ جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده اومد غم مخور که نومزدت با ناز میاد. خیلی هم عالی. داشتی میگفتی؟ آره، خلاصه که مثلا یه شب بود من میخواستم سوار اسنپ بشم، از استودیو هم دیر وقت بود، کارم طول کشیده بود، میخواستم برگردم. بعد اون لحظه حوصله نداشتم که حالا، یا اینکه نمیدونم شاید خیلی دیر وقت بود، گفتم حالا خیلی راننده بخواد تعجب کنه، احساس امنیت شاید نمی‌کردم، نمیدونم. اومدن سوار اسنپ که شدم خیلی ناخودآگاه برگشتم گفتم که سلام خسته نباشید. بعد اصلا میدونم خودم خیلی مسخره است، حتی تلاش کردنش به نظرم درست انجامش نمیدم، ولی اینطور بود که دیدم تعجب نکرد یارو، انگار مثلا یکم پذیرفت، اوکی بود. آره، ولی خب آره اینجوری که بعضی وقتا که حوصله نداشته باشم اینجوری یا حتی آروم صحبت کنم که تون صدایمو نتونن تشخیص بدن. ولی خب وقتایی هم که با صدای خودم صحبت میکنم و نمیشناسن، حالا مثلا بنده خدا نمیشناسه، اصلا منو ندیده تا حالا چند بار شده که من نشستم صندلی عقب، بعد منو ندیدن، بعد میگن که سلام آبجی خسته نباشی خوش اومدید، و میگم متشکرم، بعد میگم بنده خدا الان چطور من بهش چه شوکی میخوره وقتی من میخوام پیاده شم نگاه من کنه ببینم من آقا بودم. آره، خلاصه که این چالش ها رو شاید داشته باشم گاهی اوقات، ولی اذیت نشدم تا به الان. فقط شاید گاهی اوقات به خاطر اینکه بخوام اون موقعیت خودم رو مخفی کنم، شاید چون بعض وقتا دلم میخواد توی سکوت باشم.
از این لحاظ شاید. میفهمم. توی این که خواننده بشی خانواده نقشی داشت، تشویق کرد، ممانعت کرد، چه کار کرد؟ چون به نظر میاد که خیلی باهوشین و میتونستین هر شغلی رو انتخاب بکنین. اول اینکه لطف دارین، خواهش متشکرم. من در کنار اینکه الان خوانندگی رو دارم به صورت جدی دنبال میکنم، من لیسانس روانشناسی دارم. به به. بله متشکرم. و اینکه مادرم هم خودشون دکترا روانشناسی دارن و خیلی همیشه من ازش اینجا خیلی خیلی ازش تشکر میکنم، چون که حامی اول من تو زندگی میتونم بگم خودم بودم. خودم عاشق صدامم. وقتی که موزیکامو گوش میدم میگم حتی اگه روزی هیچ کسی نبود که موزیکای منو گوش بده خودم گوش میکنم، لذت میبرم. و نفر بعد مادرم بوده که همیشه صدای من دوست داشته، اصلا عجیب طرفدار صدای منه. و پدرم هم صدامو دوست داره، به شدت صدامو دوست داره. اما اینجور بود که خودتون میدونین توی خانواده‌های ایرانی معمولا اینطورن که میگن بهتر که یه شغلی فرزندمون متفاوت از بله هنر. درس بخونه، دکتر شه، مهندس شه. و من میگفتن که آره، مثلا پدرم میگفت تو باید درس تو ادامه بدی و فکر میکرد، احساس خطر میکرد، موسیقی رو یه عوامل خطر میدونست که آره این اگر من دنبال این برم درسم رو ول میکنم. و خب من بهشون گفتم که به نظر من یک هنرمند، من به عنوان شخصی که شاید بخوام سالهای آینده خدا بهم کمک کنه که تأثیر کوچکی توی جامعه بذارم، باید سواد داشته باشم، باید مطالعه اجتماعی رو بلد باشم. به نظرم باید درسم رو بخونم حتما. این ایده بود که مثلا من خودم داشتم، دوست داشتم که علم رو داشته باشم در کنار هنر، چون واقعا دوست دارم که اگر قرار تاثیرگذار باشم روزی، تاثیرگذاری که دارم خیلی با اصول باشه، آگاهانه خیلی باشه. آره دقیقاً. من بسیار به این عالی. فکر بودم و اینکه پدرم همین فکر رو داشت، خیلی سخت میگرفت این قضیه رو. گاهی اوقاتم میگفت که دیگه حق نداری بخونی. من حتی توی مدرسه بعدیم هم که رفتم دبیرستان، اونجا استعداد من دوباره کشف شد. دوباره همون آش و همون کاسه. 3 ساله که من توی مدرسه بودم همین کار میکردم، کنسرت دفتری آره واسه معلم ها اینا میذاشتم. بعد به بابام میگفتن که باید بره هنرستان، بره موسیقی بخونه. بابا من میگفت نه، این اصلا این باید بره فقط تجربی بخونه، که منم تجربی نخوندم، انسانی خوندم، چون دوست داشتم که رشته تحصیلیم که انتخاب کردم، اول به مامانم که نگاه کردم دیدم که چقدر با منشه، دیدم که چقدر رفتاراش از علم میاد. دوست داشتم که گفتم و منی که شرایطش هم متفاوتی دارم به خاطر همون صدام، شاید مردم به یه دید متفاوت تری بخوان نگاه من کنن یا تعجب کنن هر چیزی. گفتم من باید علمشو داشته باشم که بتونم مخاطب رو درک کنم، چون که به نظرم منطق حرف اوله. 15 خرداد مسافرین محترمی که قصد خرید طلا و سکه از بازار بزرگ رضا را دارند، در این ایستگاه از قطار پیاده شده و با توجه به تابلوهای راهنما وارد طبقه منفی 1 و منفی 2 بازار بزرگ رضا شوند. از همه مهمتر، بازار رضا بیش از 200 گالری و فروشگاه معتبر طلا، سکه و جواهر افتتاح کرده. ایستگاه بعد سرمایه گذاری. میخواستم بپرسم تو این زمینه رفتی سراغ یاد گرفتن اصولیش، کلاسی رفتی یا اینجور چیزا؟ اول اینکه کلاس 100% باید یه خواننده به صورت حرفه‌ای، کلا هر کاری رو که ما شروع میکنیم تجربی مهمه که به شدت تاثیر میذاره. بعضی گاهی اوقات تجربه حتی خیلی بهتر از اینه که ما بریم یه چیزی مطالعه کنیم، ولی باید حتما این کار رو انجام بدم در آینده نزدیک. من فکر کنم 2 ماه 3 ماه پیش یه استاد میرفتم، آواز و کار میکردم، ولی خب بعدش دیگه انجام ندادم، باشون کار نکردم. ولی خب اینطور بود که خودم تمرین میکردم و فکر میکنم که حتما همه خواننده، فرقی هم نداره که توی چه سبکی یا اینکه چقدر یعنی
یادگیری اصول لازمه به هر آره، حال. یعنی فرقی در نمی‌کنه. کل این که پیشکسوت‌های ما، حتی میخوام اینو بگم که پیشکسوت‌های ما حتی با اینکه خیلی کارشون عالیه، شاید خیلی اصول خوانندگی رو بلدن، ولی همیشه تو هر سنی که باشی شما باید یه وکال کوچ و یه استاد آواز کنار خودت داشته باشی. ولی در حال حاضر استاد آواز ندارم، ولی حتما باید اقدام دوباره کنم که اینا هم قصدت داشته هست که باشم. بری تکمیل کنی. 100% حتما، انشالله. چون دوست دارم که کارمو 100% درست انجام انشالله که ما درخششاتو ببینیم همیشه. متشکرم، خیلی ممنون. اولین باری که وایرال شدی چه احساسی داشتی؟ خب اولین بار چه جور شد اصلا؟ آه، ماجراشو برامون تعریف کن. درسته باشه اینو بهتون میگم. اول اینطور بود که خب من ویدیوهامو میذاشم، موزیک میخوندم توی استودیو. تنظیم کننده اولیه من اینطور بود که یه آقا بود که خیلی کمکم کرد تو اینکه موزیک بخونم. شرایطم براش توضیح دادم که شاید حمایت خانواده رو در حال حاضر نداشته باشم، ولی خب ایشون کمکم کردن، موزیک واسه من میزدن و کمکم کردن تو موزیک. من کارامو میذاشم، ولی چون که استودیویی بود مردم فکر میکردن دابسمش دارم میگیرم. من حتی اون موقع تو استودیو موزیکامو میذاشم، فکر میکردن که آره دابسمش و اینطور. تا اینکه یه روز توی اینستاگرام خب دیدین که معمولا موزیکای زیادی وایرال میشه و وقتی هم وایرال میشه روی تمام کلیپ‌ها هست، یعنی که باش دابسمش میگیرن یا هر چیزی. موزیک ندونسته استاد شماعی زاده اون زمان ترند شده بود، وایرال شده بود. دوستم ما رفته بودیم یه مجتمع تفریحی، رفته بودیم اونجا و اونجا یه ورودی شیشه‌ای داشت که دور تا دور شیشه‌ای بود. بعد اونجا که میرفتی میخوندی صدا اکو میشد، یه اکوی خیلی قشنگی میداد. دوستم گفت که رفته بودیم با دوستم، گفت بیا برو اینجا این موزیک رو بخون لایو، از خودت ویدیو بگیر پست کن. من هی گفتم بابا ول کن، حوصله ندارم اینجور اونجور. گفت بابا بیا، هی بهم گفت که برو بگیر. من رفتم تو همون محفظه شیشه‌ایه، هی هم آدم می اومد، هی میرفتن، هی می اومدن، هی میرفتن. با سختی من تونستم 30 ثانیه یه موزیک بخونم، از خودم فیلم بگیرم. اومدم خونه این موزیک رو پست کردم، فکر کنم اون زمان 9000 تا فالوور داشتم. موزیک رو پست کردم و شب خوابیدم، صبح بیدار شدم دیدم که ای وای موزیکم 500 ویو خورده، پیجای مختلف دارن منو میذارن، نقد میکنن منو، تو یوتیوب کلی بهم ریاکشن رفتن، فالوورم هم شده بود شب تا صبح 15 خلاصه اونجا شد که من فهمیدم بله انگار مخاطب من دوست داره که من بهشون نشون بدم که این واقعیه. و همین که لایف خوندم، باز با این که لایف خونده بودم یه سریا اومدن گفتن که یوتیوبرها حتی اومدن ریاکشن رفتن گفتن که پلی بک داره میخونه، یعنی که صدای خودش نیست. با این وجود ولی خب خیلیا تونستن که بیان براشون قابل باور شد و فهمیدم که انگار مخاطب من دنبال این بوده که من بهشون بگم که این واقعا منم و این صدای منه. و از همین جهته که میگم که این تریبونی که الان در اختیار من قرار داده شده، خیلی خوشحالم که میتونم برای اثبات خودم بیشتر اقدام کنم و به مردم عزیزمون و فالوورام نشون بدم که صدای من واقعا همین. خب شماعی زاده رو چطور خوندی؟ برامون بخون. چشم براتون میخونم. لطفا اینجا رو بهش ریورب بدین که همون حس و حال همون جایی که گفتم و داشته باشه. دقیقاً اینو که خوندم صدا اکو میشد. حالا روی ویدیو باشه از کارگردانمون خواهش میکنیم براتون که همون حسی که همون چیزی که گفتم تداعی بشه. ندونسته دلمو به غریبه سپردم، اون غریبه رو ساده شمردم، گل چشم سیاهشو خوردم، رفت از این شهر که دلم رو به خون بکشونه، جون من رو به لب برسونه، جای دیگه آتیش بسوزونه. به حالا شده به خاطر این صدای فرصت خیلی بزرگ به دست آورده باشی؟ بله میتونیم بگیم که حتی همینجا میتونیم بگیم 100% من خیلی شکرگزارم و قدردانتون هستم از دعوتتون. خیلی خیلی ممنونم. همین تفاوت من و همین بنظرم باعث شد که مسیر من خیلی هموارتر جلو بره، یعنی که پیشنهادهای
جذاب و موقعیت‌های خوبی بهم پیشنهاد بشه. برعکسش چطور شده؟ آیا شده مثلا موقعیتی رو یا یه چیز خوبی رو از دست داده باشی سر این موضوع؟ نه، بیشتر اون بچه مثبتش برات آره. اتفاق میفته به خاطر موج انرژی خودته، چون خودت باش کلیری، راحتی و این خیلی 100%. کمک میکنه به اینکه رشد بکنی انشالله. چیزی هست که مردم فکر بکنن راجع به صدات ولی اشتباه فکر میکنن؟ خب اینطوره که مردم شاید فکر میکنن که میگن این صدا همون چیزی که طبق چیزی که بهتون گفتم هوش مصنوعی یا صدای خودش نیست، یا اینکه تقلید صدا داره انجام میده، یا اینکه چیز دیگه ای که میگن که آره مشکل هورمونی شاید داشته باشه صداش، یعنی به خاطر بیماری اینجوری شده باشه. بعد خب اصلا همچین چیزی نیست. همونطور که خدمتتون گفتم صدای من تحت یه پدیده خیلی نادر همچین یعنی تفاوت داره و این تفاوت هم چقدر یعنی از نوع قشنگشه، خدا رو شکر برای من اتفاق افتاده. میتونم بگم که این تفکر رو شاید مردم داشته باشن، اشتباه قضاوت کنن گاهی، و خب خواستم به مردم بگم که من به هیچ عنوان این چیزایی که میگین تا به حال تو زندگیم نبوده. من یه آقای عادی هستم با یه صدای متفاوت، یه صدایی که شاید خدا واسش برنامه‌ای داشته، که من میگم همیشه هیچ چیزی توی دنیا مطلقاً بی حکمت نیست. هر اتفاقی که میفته یه دلیلی پشتش وجود داره. دقیقاً همینطوره. و به نظرم واسه کسایی که تفاوتی توی زندگیشون دارن، من از همینجا بهتون میگم که خوشحال باشین و رمزگشایی کنید، ببینین که به چه دلیل اون تفاوت تو زندگیتون بهتون داده شده. به نظرم همون تفاوتی که شاید فکر کنین روزی بر علیه شما باشه یا برای شما آزار دهنده باشه، همون میتونه نقطه پرش شما باشه، میتونه شما رو به یه ستاره تبدیل کنه. خیلی خوشحالم که اینطور فکر میکنی رایان عزیز، و متشکرم. واقعا همیشه هر آدمی تو زندگیش گاهی پیش میاد که یک لحظه میبره از یه چیزایی. برای تو هم پیش اومده که گاهی در طول مدت زندگیت یک لحظه بریده باشی و گفته باشی کاش انقدر مورد توجه نبودم؟ نه، خب اگر قطعا بهتون میگم اگر که همچین چیزی بود شاید انقدر با خودم راحت نبودم، انقدر صدامو دوست نداشتم و انقدر با جسارت نبودم. ولی خب نه، هیچ زمان الان گفتین من یه مرور کردم، یه مرور کوتاه، همچین چیزی تا به حال نداشتم، خدا رو شکر. الان از چیزایی که میخونی چیزی هست که ترند شده باشه، ترانه‌ای بیشتر با صدای تو معروف باشه؟ آره اصلا خب اینطوره که خیلی از صدام روی کلیپ ها استفاده میشه، به این شکله که صدام روی کلیپ ها هست ولی خب بقیه فکر میکنن یا AI یا هوش مصنوعی یا اینکه صدای یه خانومه، اینطوری فکر میکنن. در حالی که خود شمایید. بله، در صورتی که اون صدایی که روی خیلی از کلیپ ها میشنوین صدای من بوده. مثل همین که یه موزیک با هوش مصنوعی ترند شده بود توی اینستاگرام، اسمش طلا ملا بود. این موزیکو چون که من بهم میگن صداتم خیلی شبیه صدای هوش مصنوعی و اینا هست، من اومدم اینو بازخوانی کردم. بازخوانی که کردم گذاشتم، همه فکر کردن که این صدای خودمه و اومدن با موزیک خودم دوباره کلیپ درست کردن. آهنگه به این شکل بود که اسمش طلا ملا بود، به این شکل خونده میشد که طلا ملا هی بلا ملا، نباشی دل میره به فنا، شبا هی هوایی تم، نذاری هیچ وقت تنام. این بود موزیک. خیلی قشنگه. متشکرم. بعد به لهجه های دیگه هم میخونی؟ به زبان های دیگه، لهجه های دیگه؟ آره خب یه چیزی که بود، من شروع کارم با موزیکای هندی بود که اومدم. هندی هم میخونی؟ آره حتی من اومدم البته از کامنت ها متوجه شدم که همچین چیزی هست. بهم گفتن که صدات چون که نازکه به موزیکای خواننده‌های هندی خیلی شبیه، خیلی خوب میشه و این چیزا، و من اومدم امتحان کردم. یه موزیک هندی بود، من خوندم گذاشتم، فکر کنم حدود 10 میلیون و 100,000 تا مثلا اینقدر. خب یه تیکه هندی مهمونمون کن. حتما. تیری میری میری تیری بیم کہانی ہے مشکل دول فزومین بیانا ہو پائی ایک لڑکا ایک لڑکی
مرسی رایان جان. از اقلیم‌های مختلف ایران و لهجه‌های مختلف ایران چیزی بلدی؟ از اون جایی که شما لور هستین و گفتم که یه موزیک به خودتون تقدیم بکنم، یه موزیک مرسی. هشل قربونتون دارم. به به. خب بریم. آماده. بفرمایید. نبینمش خرابم، نبینمونه خرابه، مسته میکنه با ویلا، با پلش انگار شرابه، همه کسی زنده ایمه، درمون خسته ایمه، تایی تپ قلب یارم، بندری بستگیمه. به به، دست شما خدمت درد شما، نکنه. قربونتون خیلی دارم. ممنون. متشکرم. مرسی، متشکرم. به اقوام دیگه چی؟ به زبانهای دیگه فارسی هم بلدی بخونی؟ مثلا مازنی، نمیدونم، آره. گیلانی، ترکی؟ یه موزیک مازندرانی مال سریال پایتخت 6 فکر کنم بود، اگه که بفرمایید. اشتباه نکنم. اینو هم خوندم، خیلی دوست داشتن. به این شکله که نتون بلل رگلی ها که نه، قلم تش بزنم دی ها که نه، نتون به تملر دست بگیرن، نتون به ترک عاشقی ها که نه، نوونه بهارو تتی زنده دارو، بلبل شونه دارو نین قرار. به به. مرسی. متشکرم. به زبانهای آذری و اینا چی بلدی؟ آذری که نه بلد نیستم، ولی خب من کلا اینطوره که اگر که بخوام زبانی رو حفظ کنم و بخونم محدودیتی ندارم، گوش موسیقیایی خوبی دارم و چون که کارم هم خیلی دوست دارم میذارم. مثلا تقریبا فکر میکنم تا چند سال پیش به 6 زبان میتونستم موزیک بخونم. آره حفظ میکنم، موزیکی که مثلا باشه خوشم بیاد میتونم حفظ کنم بخونم. حتی الان اگه یه چیز دیگه ای برامون بخونی از یک زبان دیگه ای خوبه. مثلا ترک استانبولی میتونیم بله بگیم خیلی که خوبه. Dualar eder insan mutlu bir umur için, sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene, yazmasın tek gün var sensiz kadere. İllerimiz bir, güllerimiz bir, ne danar bilizlerin gel bir secene. به به. خدمت شما. خیلی زیبا، خیلی زیبا. قربونتون دارم. واقعا متشکرم. هنرمندی. مرسی. فقط من اینو بگم که الان مطمئنم که این موزیکایی که خوندم تیکه تیکه هاشو قراره که بیننده هامون ببینن. اگر که به زبان دیگه خوندم و حس کردیم که یه کمی لهجهشو مثل خودتون نتونستم یا حالا اشتباه خونم یا هر چیزی، عذرخواهی میکنم، چون که الان شاید کامل حضور ذهن نداشته باشم. نه خب الان توی مصاحبه است، همین که آره. لطف میکنین خودش خب خیلیه. خواهش میکنم. میخواستم ببینم تا حالا شده کامنت بد اصلا داشته باشین یا یک کسی مثلا توهینی کرده باشه و اینکه واکنش شما چی بوده، چه برخوردی میکنین؟ خب شما خودتونم قطعا توی سوشال مدیا هستین، توی فضای مجازی هستین و با رفتار مردم توی فضای مجازی آشنایی از هم همون رو دارین. پرسیدم اینو. بله آره. چون آدم هایی هستن که ذاتاً مریضن، یعنی براشون فرقی نمیکنه که کی داره چی میگه و چه کار میکنه، یه چیزی میندازن بله. و میرن. عمدتاً درسته. میگم با اونجور آدما چه میکنین شما؟ حالا پیروی همین میخواستم بهتون بگم، ذات فضای مجازی رو ما قطعا میدونیم، اون کسایی که حرفشون هست قطعا میدونن که به چه شکله، ولی خب کم و زیاد داره. شما یه شخصی رو میبینین که کامنت های منفی زیاد میگیره، خیلی خیلی زیاد، و مثبت ها کمه. از اون جایی که حس میکنم که مخاطب شاید من واقعی رو داره میبینه و باش تعامل میگیره. حتی یه شخص بود که بهم گفت که
اصلا کسی دلش نمیاد بخواد به شما هیت بده، انقدر که شما خوبی. خیلی به من لطف داشتم، ازشون خیلی خیلی ممنونم و از مردمم خیلی خیلی متشکرم که همیشه کلی کامنت های خوب برام میذارن. ولی خب توی پیج من کلا الان خودتون برین حتی چک کنید، به این شکله که به لطف خدا شاید بگم حدود 80% الی 70% کامنت ها مثبته، 20%ش منفیه. اونم زمانیه که پستم وایرال بشه، بر توی اکسپلور یه سری افراد ببینن که شاید واقعا گنجایش رشد و پیشرفت آدمو ندارن. نه، شاید اصلا اینطور باشه که گنجایش اینو نداشته باشن که بخوان هضم کنن اینو که دارن منو با این چهره و این صدا میبینن. شاید باشه نتونن کنار بیان نسبت به اون فرهنگی که توش بزرگ شدن، یا حالا هر چیزی که هست اونا بیان یه چیزی بنویسن، ولی پیرو اون چیزی که گفتین واکنشت نسبت به این چیه. من گاهی اوقات خیلی هم یه دفعه عصبی میشدم، اون اوایل مخصوصا اوایل که شما فعالیتتو شروع کنی خیلی حساسی روی کامنت ها، روی نظرات و این چیزا. منم خیلی حساس بودم، یه دفعه کامنت ها رو که میدیدم خیلی ناراحت میشدم، حتی ساعتها به فکر فرو میرفتم. حالا بگو 80% کامنت ها مثبت بود، چرا رفتی رو 20% تمرکز کردی؟ شاید این از لطف مردم بوده که اینقدر واسه من کامنت مثبت گذاشتن و به من لطف داشتن، منو قابل دونستن که من اون کامنت مثبت ها رو دیگه نمیدیدم. چون خودتون میدونید ذات انسان همیشه اینجوره که وقتی یه چیز زیاد از حد برش تکرار شه دیگه نمیبینتش، حتی اگه چیز خوبی باشه. شاید هم همین اتفاق افتاده بود. ولی خب وقتی که کامنت ها رو میدم خیلی عصبی میشدم، اون چند تا دونه منفی. ولی خب بعدم میومدم حتی واسه شون یه چیزی هم در جواب بنویسم، ولی همون لحظه که مینوشتم پاکش میکردم. بعد یعنی همین که نوشته بودم سبک میشدی. آره، ولی پاک نه که بخوام توهینی هم حتی بکنم، یه چیز خیلی درست و خیلی معقول واسه در جوابشون می نوشتم، ولی همونم دوست نداشتم بنویسم، کاری نداشتم کلا. اینطورم که اوکی بی خیال، سخت نمیگیرم به همون دست از افرادم، من همونا رو هم خیلی دوست دارم. پایان عزیز، اگر الان این دوربین مخاطبت باشه و بخوای به کسی که مثلا به اندازه سن کلاس هفتم تو بود یا تازه متوجه تفاوتی در خودش شده، چه صدا چه هر چیز دیگری که با دیگران فرق داره و ازش داره خجالت میکشه، بخوای یه پندی بدی، یک صحبتی بکنی، چی بهش میگی؟ خب اول اینکه من میخوام صحبتم رو با پدر و مادرای عزیز داشته باشم. پدر و مادرای عزیز لطفاً به حرفام خوب گوش کنین، چون صحبتهای من میتونه مسیر زندگی فرزندتون رو به کلی تغییر بده. پدر و مادر ستون اولیه یه فرزند هستن که بخوان تو زندگیشون بتونن پیشرفت کنن. اگه شما پشتشون نباشین، به فرزندتون قدرت اینو ندین، بهش یعنی کمکش نکنین توی مسیرش، واقعا حتی اگه هر استعدادی هم داشته باشه سوخت میشه. خیلی مهمه که پدر و مادر در مرحله اول از شخصی که تفاوت داره بخوان حمایت کنن. همیشه ما همه چیز اول از خانوادهمون، یعنی انرژی اولیه ما همیشه از خانوادهمونه. و دوست عزیزی که تفاوت داری، من از اینجا میگم که ندید، به تو میگم که تو بسیار زیبایی، بسیار منحصر به فرد هستی. به خودت افتخار کن، منم بهت افتخار میکنم. مطمئن باش که زمانی میرسه که شما متوجه میشی که چیزی که به شما داده شده، حالا به هر چشمی که شما بخوای ببینی، ولی اون تفاوت یه محبته، حتی اگر به نوع منفیش باشه. به نظر من بهتره که گاهی اوقات چشم‌ها رو شست و از دید دیگه ای نگاه کرد. همیشه سعی کنین که از دید دیگه ای نگاه کنین، از اون جایی که بهتون قدرت میده. و میتونم بهتون بگم که به خدا و حکمتش ایمان داشته باشین و به این مسیر و اینکه شما رو متفاوت خلق کرده تا دنیا جای قشنگتری بشه. ممنونم عزیزم. 10 سال دیگه دلت میخواد با صدای متفاوتت بشناسنت یا با آهنگهای متفاوتت؟ 10 سال دیگه من دوست دارم اول اینو بهتون بگم که محبوبیت خیلی مهمتر از مشهور بودنه. من میدونم که محبوب بودن، ارتباط قلبی با مردم خیلی خیلی مهمتره. من دوست دارم که مردم درون منو ببینن، واقعیت منو ببینن.
اینکه واقعا من دوستتون دارم و براتون ارزش قائلم. هر موزیکی که تا به حال خوندم، همین که دیدم که بعضیا نوشتن ما حالمون خوب شده با موزیکت گریه کردیم، همین یعنی این که من کارمو به عنوان یه هنرمند درست انجام دادم. و 10 سال دیگه من دوست دارم که یه هنرمند باشم که به اون هدفهای بزرگی که تو ذهنم دارم قطعا رسیده باشم و اینکه این خودم رو هم واقعیت خودم رو هم نگه داشته باشم و اینکه مردمم همینطور که الان بهم لطف دارن هم موقعا بهم لطف داشته باشن. انشالله. دعا قربونتون. میکنیم درخشش های فراوانت رو. متشکرم و یک جمله ازتون. خیلی قشنگ گفتی من اولین طرفدار صدام خودمم. اولا این جمله از کجا اومد؟ چی شد که به این رسیدی؟ و خیلی جمله قشنگیه. یعنی یک نفر خودش رو انقدر باور داشته باشه. راجع به این یه خورده صحبت کن برام. درسته. خب من اینطور بود که شاید یه روز بود که من رفتم استودیو و یه موزیک خوندم که شاید باب میل مامانم یا بابام نبود اون لحظه، چون من وقتی که از استودیو میام موزیکی رو بازخوانی کردم، پدر و مادرم گوش میدن اول از همه قبل از اینکه بخوام توی سوشال مدیا انتشارش بدم. بعد یه روز اومدن گوش کردن، خوششون، دیدم که مثل همیشه واکنش نشون نمیدن. همیشه اینطور بودن که واو چه خوب، چقدر عالی، آفرین. چون که فکر کنم به یه زبان دیگه خونده بودم. اون شب من تا صبح به موزیکم گوش دادم، اینقدر گوش دادم که گوشام دیگه نمیشنید. گفتم فکر کنم شنواییمو هم از دست دادم. اون لحظه به خودم گفتم که فرداش که بیدار شدم به مامانم گفتم که مامان، من حتی اگر کسی نباشه که روزی موزیکای منو گوش بده، طرفداری نداشته باشم، خودم طرفدار خودمم، خودم کسی هستم که صدامو دوست دارم. چون همیشه قبل از این که بدونم صدام به این شکل میشه، اینطور بود که صدای خواننده‌هایی که نازک و به شکل خودم هست و دوست داشتم. حال خوبی میگرفتم واقعا. به نظرم آرامش خاصی داره اینجور صداها که توی گام‌های سوپرانو و این چیزا هستن. به نظرم که خیلی واقعا جذابه. و دیدم که اون صدا، غافل از این که اون صدا رو خودم داشتم، فقط چند سال با میگذشت تا متوجه شم که اون صدا رو صدای دارم، خودته که در اصل. متوجه بشم. خاطره‌ای داری برامون تعریف کنی؟ بله، تا دلتون بخواد. خب اول اینطور بود که من تولد 18 سالگیم بود، میخواستم یه موزیک بخونم. بابامم با تمام اون سختگیریایی که داشت که میگفت درستو بخون، اومد گفت که کادو تولدت برو یه موزیک ویدیو حرفه‌ای بگیر، موزیک بخون و اینا. من یه موزیک خوندم و با فیلمبردار حرفه‌ای هم هماهنگ کردیم بریم موزیک ویدیوشو بگیریم. ما رفتیم موزیک ویدیو رو بگیریم. بعد اومدن صدای منو گذاشته بودن روی اسپیکر بزرگ تا حالا من لبخوانی کنم و فیلم منو بگیرن. اون لحظه که حالا من داشتم فیلممو میگرفتم، دیدم که یه لحظه به خودم اومدم، جایی که بودم حالت سکوتور بود، دیدم خدایم پایین کلی وایستادن دارن نگاه میکنن، دارن دست بزن. حتی یه آقای بود با خانواده بود، دیدم اومدش. بعد آقای دیدم که خانومش و بچه‌هاش و اینا هم پیاده شدن از موتور وایستاده بودن نگاه من میکردن، تنقلات هم دستشون میخوردن. بعد این موزیک هی تکرار میشد، از اول تا آخر هی تکرار میشد و اینا نگاه میکردن. کار تموم شد، کلا برام دست دادن، خیلی حس خوبی داشتم واقعا که همین ریاکشن مثبتی که داشتن باعث شد من خیلی توی موزیک ویدیو ریاکت های خوبی هم برم، ریاکشن های خوبی داشته باشم. بعد تا اینکه اومدم من اسنپ بگیرم، کارم تموم شد، اومدم اسنپ گرفتم، تماس گرفتیم با اسنپ. بعد گفتم سلام جناب، گفت سلام آبجی. بعد گفتم که هیچی نگفتم، گفتم حالا تا بخوام بهشون توضیح بدم که من آبجی نیستم و آقا هستم فلان، گفتم حالا طول میکشه. گفتم اومدن بهشون میگم، گفتن که آره من فلان جا هستم. گفتم بیاین بالاتر، من وایسادم. اومدن بالاتر، بعد دوباره به من زنگ زدن. بعد گوشی رو برداشتم، گفتم که جناب کجایین؟ گفت که آره من کنار پل هستم دقیقاً. یه لحظه چشممون خورد به هم، داشت گاز میداد و میرفت همینطور. دیدم اینطوری تعجب کرد، اینطوری بعد زد ترمز. گفتم خودمم وایسین.
رفتم سوار شدم یا چیز خب شیرازی غلیظم صحبت میکردن. یه دفعه دیدم که بنده خدا، من سوار شدم گفتم سلام خسته نباشین، دیدم برگشت گفت نگاه کاکو، و گفتم سلام. بعد گفتش که صدای خودتونه؟ گفتم ها. همین جور شیرازی هم حرف زد. گفتم ها صدای خودمه. بعد گفت که خب بعد گفت استغفرالله. بعد دیدم که یه تسبیح هم جلوی شیشه ماشین آویزون کردم و مثل این که خیلی اعتقاد داشتن و اینا. بعد فقط قرآن میخوندن، آیت الکرسی میخوندن، انگار مثلا جن دیده بودن. اولش اینطوری بود، پس زیر لب میگفتن استغفرالله. بعد گفتن که این داستان چیه؟ من فکر کردم اول میخواستم باید درگیر بشم، فکرم داری اذیتم میکنی. یعنی این که برگشت بهم گفت ببین کاکو، میخواسته منو بزنه، یعنی در این حد بود، میخواست با مشتی صورت. بعد گفت که تا این که دیدم صدای خودته، فکر کردم اول داری سر به سرم میذاری. بعد گفت که خب داستان چی؟ شما چطور صداتون به این شکله؟ دیگه براشون تعریف کردم. میگم از سر همون ریاکشنا بود شاید که گاهی اوقات دیگه حوصله نداشتم که بخوام خیلی توضیح بدم و سعی کردم یکم حالا زیبایی صدامو یا هر چیزی یکم مخفی کنم که خیلی کنجکاو نباشن سر این موضوع. ولی خب آره، مثلا این یکی از خاطرام بود. یکیش هم این بود که دوباره اسنپ گرفته بودم دقیقاً کنار شیشه ماشین، یعنی اینجا بودن، من اینجا بودم، قشنگ داشتم میدیدمشون. بعد زنگ زدم گفتم که کجا هستین؟ آخه من دیدم این آقای وایساده هیچ چیزی نمیگه، فکرم یکی دیگه از حال اسنپ یه جای دیگه است. گفتم کجا؟ این گفت من وایسم. گفتم خب من جلوتونم. به حالا من گوشی دستم بود. گفت کدوم؟ بعد اینجوری داشت نگاه من میکرد. حالا گفتم من جلوتونم. گفت خانم من کسی رو نمیبینم. گفتم آقا منم. تا دست که براش تکون دادم متوجه شد که منم. گفت وای چقدر صداتون قشنگه، من اصلا موندم فلان شد. خلاص آره، مثلا اینطوری همش تعجب میکنن. وقتایی که اینطوری میشه احساس بدی پیدا میکنی؟ حقیقتا یه کمی مثلا میگم شاید گاهی اوقات خودتون حوصله دیدین نداشته باشی. گاهی اوقات شاید بخوایم بریم بیرون واقعا حوصله نداشته باشیم که حالا کسی بشناسه یا حالا صحبت اضافه ای داشته باشی. یه زمان بود فکر کنم خواب کافی هم نداشتم، با هم رفتم استودیو، اصلا حوصله نداشتم که حالا بخوام صحبت کنم. سر همین اومدم آروم صحبت کردم یه جور که اصلا راننده هستم متوجه نشه که حالا یا منو بشناسن بخوام خیلی صحبت کنن. البته بگم خیلی ممنونم ازشون که همین که با هم صحبت میکنن، همین که کلی ازم تعریف میکنن، من قدردان این محبتشون هستم. ولی خب گاهی اوقات میگم خودم ترجیح میدم که سکوت کنم، سر همون شاید گاهی اذیت بشم. درسته. اگه فردا صبح که بیدار میشی صدات مردونه باشه، خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ وای حتی فکر کردن بهش وحشتناکه، باورتون نمیشه. من بهتون بگم سرما که میخورم، دیدین که بالاخره سرما که میخوری صدات نمیتونی بخونی این چیزا. من واقعا زمانی که سرما میخورم خدا رو قسم میدم، میگم لطفاً کمک کن من سرما نخورم که صداتو برگردونه. نه حتی بهتون بگم دیدین که وقتی سرما میخوری یکم صدا بم میشه، ولی این صدا من حتی قشنگتر میشه. خب بهتون بگم ولی توانایی خوندن رو ندارم. درسته. انگار صدای نوع خاص قشنگتری میشه حتی. آره ما بچه آره. که بودیم وقتی صدامون میگرفت آواز میخوندیم، بعد میگفتن چیه؟ میگفتیم خواننده خارجی هستیم. جدی؟ صدامون که میگرفت. خلاصه که من اصلا دوست دارم برام چیزی فکر کنم. میگم گاهی اوقات یه دستم روی حنجرم میذارم و یه دستم رو به آسمون میبرم، چون ارتباطم با خدا خیلی خوبه، ارتباط معنوی خیلی خوبی همیشه تو زندگی میگیرم. ازش تشکر میکنم، میگم خیلی ممنونم که همچی صدایی بهم دادی، خیلی قشنگه، من خیلی دوستش دارم، کیف میکنم باهاش. بیشتر از صدات پول در آوردی یا بیشتر خرجش کردی؟ میتونم بگم بیشتر تا الان ازش شاید پول در آوردم. اینطور بوده که شاید من مسیرم خیلی اینطور بوده که افرادی تو زندگیم قرار گرفتن که کمکم کردن بدون اینکه شاید بخوام هزینه خاصی واسه این راه هم داشته باشم. میگم همیشه جور بوده که هم فرکانس‌ها اومدن جلو و اینطور بوده که یه معامله برد داشتیم، همیشه در جهت پیشرفت هم تلاش میکردیم و اینطور بوده که شاید هزینه خیلی زیادی نخواستم تا به الان انجام بدم.
تا حالا شده بعد از یک اجرای موفق تو جلوی دوربین یا پشت صحنه اینا بشینی گریه کنی از خوشحالی؟ آره شده. فکر میکنم که من گاهی اوقات توی بعضی از رستوران‌ها که اجرای زنده دارن، جایی که مثلا خیلی حالا معروف هستن توی شیراز، ما با خانواده مثلا رفتیم، ویدیوهاشم گاهی توی پیجم گذاشتم، منو دیدن لطف داشتن از من دعوت کردن، گفتن که بیا بخون یا منو معرفی کردن. یه جا بود که یه بار رفته بودیم یه رستوران خیلی معروف هست که رفته بودیم اونجا، از من دعوت کردن که برم یه موزیک بخونم خودم معرفی کنم. اینقدر اونجا و آدماشون وایب خوبی داشتن و هیچ ریاکشن منفی نگرفتم، هیچ ریاکشن، مطلقاً هیچی. انقدر حالم خوب شد که واقعا آره، شاید از اونجایی هم که خیلی آدم احساساتی هستم، بعدش آره واقعا بغض کردم و گریه کردم که دیدم که اینجور واقعا داشتن از من حمایت میکردن. واقعا صحنه قشنگیه، هر کسی امیدوارم که تو زندگیش این صحنه ها رو داشته باشه. و یه چیز دیگه که هست، هر زمانی که تو زندگیم به یه موفقیت رسیدم یا حال دلم خوب بوده، همون لحظه برای دیگران دعا میکنم، میگم که شاید این لحظه که دعایی که از روی سرخوشی و حال خوب و انرژی خوبه شاید بیشتر بگیره. دوست دارم همیشه همه رو توی موقعیت‌های خوب ببینم و امیدوارم که همه موفق بشن تو زندگیشون برای هر چیزی که تلاش میکنن. ما هم برای تو بهترین ها رو دعا میکنیم. متشکرم، همچنین برای خودت. قربونت برم. اولین باری که کسی پشت تلفن صدای شما رو شنید فکر کرد یه خانمی، چه حسی داشتین؟ خب بگم که اینجا اول واقعا حس بدی بهم دست داد، چون معمولا به عنوان یه آقا دوست ندارم که شخصی همچین چیزی بخواد فکر کنه، ولی خب بعدش اینطور شد که درک کردم، گفتم خب اگر منم بودم همچین فکری میکردم، بنده خدا که منو ندیده اون لحظه که بخواد همچین چیزی باشه. خلاصه از لحاظ حس بخوام بگم، حس شاید خوبی نگرفتم از این بابت، ولی خب درک کردم. از اون جایی هم که درک کردم، از این به بعدم اگر که ببینم اشتباه میگیرن، اون حس بده دیگه سراغم نمیاد، چون آگاهیش اومد. حالا اگه روزی این تفاوت رو راهش پیدا بشه بخواید درست کنید، اصلا سراغش میرین؟ خب اول من اینجا یه پرانتز باز کنم که گاهی اوقات بعضی از افراد دیدم که شاید به اسم بیماری بخوان خطاب کنن این موضوع رو. خب و من باید بگم که به نظر من بیماری این خیلی کم لطفیه که من بخوام اسم بیماری رو همچین پدیده‌ای بذارم. اول اینکه به نظر بیماری چیزیه که توی روند زندگی شخصی آدم بخواد اختلالی ایجاد کنه یا باعث شه که زجر بکشی یا هر چیزی، ولی زمانی که این صدا برای من جز خیر بود، یعنی خیر و جز خوبی، جز انرژی مثبت، جز اتفاقای خوب، حال دل خوب خودم در اول، یعنی چیز اول بخوام بگم، برای همین منم آره نگفتم بیماری، گفتم آره تفاوت. نه در کل من صحبت شما رو نگفتم، افرادی که مثلا این حرفو زدن خواستم پیروی این بهشون بگم که آره من فکر نمی کنم که همچین چیزی، که واقعا این یه پدیده متفاوته و کلا بستگی به دید هر شخصی داره. میگم شاید این صدا رو یه شخص دیگه داشته باشه، نتونه ازش استفاده کنه و بهش برچسب بیماری حتی بزنه، ولی برای زندگی شخصی من به این شکل نبوده و به نظرم خیلی بی‌مهری و کم لطفیه که بخوام با انرژی بد یا واژه‌های بد بخوام ازش یاد کنم. بهتون گفتم یه سری پیجا هست که برای من میفرستن که دیدم که ظاهرا میتونن صدا رو چند درجه بمتر کنن یا حالا همچین چیزی. خب میگم قطعا الان که 23 سالمه و الان تا این مسیر رو با این اومدم، با این صدا اومدم و خودم دوست داشتم، ازش راضی بودم و اگر به نظرم میخواستم همون چیزی که گفتین همسان بشه با حالا ظاهرم، میتونستم زودتر شاید اقدام بکنم، نه الان که مثلا بعد این همه وقت که انقدر دوستش دارم، جا افتاده برای همه و واقعا دارم تو مسیر درستی از این صدا استفاده میکنم. پس نه، من هیچ وقت به فکر این کار نبودم واقعا. اگر برگردیم به نوجوانی خودتون بهش چی میگین؟ برگردم به اون دوره بهش میگم که تلاش تو حتما داشته باش، لطفاً دل سرد نشو و بدون که
پدرت یا هر شخص دیگه یه روز بزرگترین طرفدار تو میشن. من اینجا هم به بابام سلام میکنم، بابام واقعا موزیکای منو دوست داره. یعنی با اینکه بهتون میگم اینقدر سختگیر بود که حالا تو وارد عرصه موسیقی نشی، درس تو بخونی، ولی خب الان واقعا اینطوره که صدای منو خیلی دوست داره. توی یکی از این رستورانایی که رفته بودم دعوتم کرده بودن بخونم، فیلمش هم هست، بابام گوشی رو گرفته میگه ماشاءالله به این صدا، ماشاءالله ماشاءالله، ای قربون صدقه میره. اگر روزی پدر بشین و فرزند شما چه دختر چه پسر حالا صدای متفاوتی یا چیز متفاوتی داشته باشه، شما هم مثل پدر مادرتون برخورد میکنین؟ بله 100%. اینطور که بهتون میگم من خودم وقتی همچین دیدگاهی داشتم 100% روی فرزندم یا حالا شخص دیگه هم قطعا همینطوره. به نظر من مهم اینه که شخص حالش با خودش خوب باشه، این مهمتر از همه چیزه. اگه مثلا میگم فرزند من در آینده تفاوتی داشته باشه به هر شکلی، به هر شکلی باشه، اگه خودش دوست داشته باشه چرا که نه، منم دوستش دارم. مهمه که خودت با خودت حال کنی، اون انرژی مثبتتو با دیگران به اشتراک بذاری، ببینن که اصلا اعتماد به نفس تو رو میگیرن. و به نظرم همین خیلی تاثیر داره که الان شاید منو جدی گرفتن، چون خودم رو دوست داشتم، خودم پذیرفتم و سیگنال منفی نمیفرستم از این طرف. آره در کل هر چیزی باشه من ازش استقبال میکنم. امیدوارم که باقی پدر و مادرها هم همین کار رو در قبال فرزندشون انجام بدن. انشالله یک روز جامعه انقدر رشد بکنه که اصلا این چیزهای ظاهری اصلا اهمیتی نداشته به باشه. امید خدا 100%. اگه داور یک مسابقه استعدادیابی باشین و کسی با یه صدای متفاوتی توش شرکت بکنه، چه نمره میدین، چه رأیی میدین به اون آدم؟ خب بستگی داره. به نظر من جدا از اون استعدادی که هر شخص داره، یه شخصیت هم باید، یه شخصیت جور با اون هنرش داشته باشه که واقعا اون چیزی که ارائه میده ببینید چقدر لذت بخش میشه برای مخاطب. و امیدوارم که خدا همچین لطفی بهم داشته باشه تو همچین موقعیت قرار بگیرم. ولی خب 100% اگر که ببینم، چون که میدونم خودتو پذیرفتن واقعا خیلی مرحله بالاییه، خیلی قدرت میخواد و این خیلی کار مقدسیه. و اگه من روزی به هر جایی هر کسی رو ببینم که از اون تفاوتش داره به نحو احسن استفاده میکنه و حالش با خودش خوبه و پکیج قشنگیه، حتما حمایت میکنم. فکر میکنید جامعه با آدم‌های متفاوت مهربونه یا بی‌رحم؟ من بخوام از کلی بخوایم بگیم، آره من شاید بهتون بگم، من الان دارم میگم که خودم خیلی ریاکشن‌های مثبت داشتم یا خیلی اتفاقای خوب بوده و این چیزا، شاید برای من خوب بوده، برای من به شخصه خوب بوده، ولی حس میکنم شاید واسه همه به این شکل نباشه. گاهی شاید یه سریا خیلی خیلی اذیت بشن، شاید به همین راحتی که میگم گاهی نباشه واسه خیلیا. شرط زندگیشون، جغرافیایی که شما توی زندگی میکنین به شدت تاثیر داره توی اون تفاوتی که شما دارین. پدر و مادر، هر چیزی، اینا کاملا میتونن تاثیرگذار باشن. ولی خب همونطور که بهتون گفتم واسه من خدا رو شکر توی این قضیه خوب بوده. امیدوارم که برای افراد دیگه هم حتی اگر اذیت کننده است، جامعه داره بهشون فشار میاره، بتونن انقدر استقامت نشون بدن، انقدر قوی بیان جلو که بتونن از پس همه این چیزا بر بیان، خودشونو به همه ثابت کنن. دقیقاً ما چند مورد داشتیم که مصاحبه کرده بودیم، مثلا معلول بودن یا مشکلاتی داشتن، بیماری‌های خاصی داشتن، اونها گله می‌کردن از رفتار مردم، از برخوردایی که باشون شده بود و امیدواریم واقعا جامعه به یک شعور بالا برسه که واقعا ذات آدم‌ها ببینن، درسته، نه ظاهر آدم‌ها. درسته. ولی یه چیزی که بهتون بگم، من هر زمان هر شخصی که متفاوت باشه، حالا چه جسمی چه هر مدل که یه تفاوت خاص با انسان‌های دیگه داشته باشه، به نظر من خیلی قشنگه. خیلی هم تشویقشون میکنم، بهشون میگم وای چقدر شما زیبا هستین، شما چقدر منحصر به فردین، شما جزء دسته مهربانانید. قربونتون برم، متشکرم. من واقعا میگم مهربانی و مهربون بودن یه عنصر خیلی قویه که فکر میکنم که هر کسی که اینو تو وجودش داشته باشه، زندگی رو خدا خیلی براش قشنگ میچینه
و پیرو همین تا به حال اومدم بالا و امیدوارم که خدا از اینم بیشتر بهم کمک کنه. ولی انشالله. خب در کل آره بهتون میگم که سخته، شاید واقعا اذیت بشن این افراد به این آسونی که من گفتم، شاید واقعا نباشه. برای ولی بعضیا میگم درون آدم ها رو ببینید و هر چیزی که میبینید لذت ببرین. شاید باید به اون شکل بوده، شاید باید اون شخص حکمتش تو اینه که اون متفاوت باشه، اصلا رسالتش این بوده طرف که به نظر متفاوت باشه، متفاوت زندگی کنه، تو اجتماع باشه. این مثلا باید ببینیم و بپذیریم، نه که بگیم این چیه فلانه، حس بد بخوایم به کسی انتقال بدیم. خیلی خوشحالم از اینکه نگرشتون اینه و امیدوارم خیلی ها مثل شما فکر کنن. امیدوارم که همینطور باشه. به نظرت تا حالا تو پیغامایی که خوندی، کامنت ها، کدومش از همه جالبتر بوده یا کدومش خیلی خاص خوب بوده یا خیلی خاص بد بوده؟ خب خواستای خوب که واقعا روی حتی ریلزام هم ازشون استفاده میکنم، خیلی واسه می نویسن که صدای بهشتی، حنجرت و خدا بوسیده، صدات از بهشت اومده، مورفین، خیلی این حرفا بهم میزنن که واقعا به دلم میشینه واقعا. بعد یه نفر اومده بود که واسم نوشته بود آره اومدم مسخره کنم، دیدم مسخره خودمم. اومده و کامنت ها رو خونده بود. بعد شما میبینید وقتی که یه موج از طرفدارا میان قربون صدقه میرن و انرژی خوب برای تو میفرستن، اون شخصی که حالا بخواد بیاد حتی حرفی هم بزنه میره اون کامنت ها رو میخونه، اصلا خجالت زده میشه. بله. گفت که آره مثلا اومدم توهین کنم، دیدم مسخره خودمم. بعد مثلا همچین چیزی برام نوشته. قشنگ بود. گفتی که کار دوبله و اینجور چیزا هم میکنی، کارتون بله. به جای هنرپیشه‌ها صحبت میکنی. آره؟ بله، من اینکه الان به صورت رسمی بخوام تا بالا انجام داده باشم نه، ولی خب اینطور بوده که این استعدادت هم کشف کردی. این استعدادو داشتم و دارم روش کار میکنم، مثل صدای آبربانک، مترو یا صدای همین کودکانه که واسه‌تون انجام دادم. این چیزا هم خیلی دوست دارم، مثل اینکه میگه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً شماره گیری فرمایید. کارت خود را وارد کنید. دستگاه در حال پردازش اطلاعات شما می باشد. لطفاً اندکی صبر کنید. ایستگاه بعد احسان. مسافرین محترم، ایستگاه بعد ایستگاه پایانی می باشد. لطفاً وسایل خود را فراموش نکنید. استیشن احسان. The doors will open on the left. من برات از طرف تمام گروه تولید برنامه 7620 دعای موفقیت و پیشرفت میکنم. انشالله همیشه ما شاهد درخششات باشیم و روز به روز بیشتر از قبل بدرخشی عزیزم. خیلی خیلی ازتون ممنونم، متشکرم که این انرژی خوبتون رو الان با من به اشتراک گذاشتین. منم از ته دل اول اینکه خیلی خوشحال شدم که باهاتون آشنا شدم، خیلی باعث افتخارم بود و همچنین تمام بچه‌های پشت صحنه خیلی خیلی خوشحالم. هیچ وقت فراموشتون نمی‌کنم و همیشه توی خاطره تو اون قسمت خوب ذهن من میمونید. قربونت برم. قربونتونم. خیلی متشکرم. بازم خیلی ممنون. به عنوان حسن ختام یک چیزی که دلت میخواد برامون بخون. چشم حتما. یه موزیک با صدای من ترند شده بود، دوباره مردم لطف داشتن به من، گفتم که این موزیک رو الان براتون بخونم و تقدیم کنم به مردم عزیزمون. امیدوارم که دوست داشته باشین. خیلی ممنون. ما هم با مردم خداحافظی میکنیم و این موزیک قشنگ رایان رو تقدیم میکنیم به همه عزیزان. از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از ماتم سر، از ماتم سر به قدشان سر، جانم سر، خدا سر.